یه موضوعی که تقریبا تو این دو ماه و خورده‌ای که در ارتباط با آموزش معماری باهاتون صحبت کردم توجهم به خودش جلب کرد این بود که خیلی از شما با ما تماس گرفتید و اینکه تو صحبت هاتون تردید و عدم تصمیم گیری کاملا مشهود بود. بخش زیادی از این موضوع برمیگرده به شرایطی که در حال حاضر کشور باش دست به گریبانه و باعث شده که خیلی از شما نمیتونید تصمیم بگیرید و یه سری دیگه از دوستان شما هم هستن که تو این شرایط اتفاقا خیلی سریع دارن تصمیم میگیرن، هم از امکانات آموزشی ما دارن استفاده میکنن و همین که بعضی از این دوستان وارد شرکت هایی شدن و در حین استخدامشون تو اون شرکت ها دارن از مشاوره های ساعتی ما برای بهبود عملکردشون تو شرکت استفاده میکنن. من فقط این موضوع رو میخوام خدمتتون بگم که فرصت های این چنین اصولا کم پیش میادش. من خودم خیلی دوست داشتم که زمانی که خودم دانشجو بودم و فارغ التحصیل بودم یه همچین آموزش هایی وجود داشت و میتونستم ازش استفاده کنم. اینکه شما نرم افزارهای مختلف معماری رو بلد باشید تو دنیای امروز برای شما یه پوان حساب میشه، ولی همه حقیقت این نیست. همه حقیقت دانشیه که شما باید در ارتباط با معماری و ساختمان داشته باشید.